funny شوخ شوخی هزل. سلام علیکم دۆستدорони забономӯз. خوش آمدید به کانال ما Englishkada. امروز میخواهم با شما در موضوع بایانی ویژگی شخص یعنی گفتن خلق آدمان صحبت نمایم. اصلا برای پرسیدن ما از این جمله استفاده میبریم. What's he like? او چگونه هست؟ بیایید رفتیم. Friendly دوستانه، یاور، مددگار. برای مثال The colleagues in my company are all really friendly. It's great. همه همکاران در شرکت من خیلی دوست یا که خیلی یاور هستند. این خیلی عالی است. Kind مهربان. He visited me a lot in hospital, which was really kind. وقتی که در بیمارخانه بودم او مرا بسیار خبر می‌گرفت که خیلی مهربانی او را نشان می‌داد. Nice خوب، خوش رفتار. I met فیروز on the holiday and he's a really nice guy. من با فیروز در تعطیل واخوردم و او خیلی جوانی خوب است. Funny شوخ شوخی هزل. معروف makes me laugh. He's just a really funny man. معروف مرا میخنداند. او خیلی بچه شوخ است. Relaxed آرام، بی‌خواطر، بی‌پروا. My parents are very relaxed. They don't get angry if I'm late. پدر و مادر من خیلی آرام هستند. اگر دیر آیم آنها عصبی نمیشوند. Clever زیرک، دانا. Muhammad is very clever. The best student in our class. محمد بهترین دانشجوی صنف ما خیلی زیرک است. Quiet آرام، خاموش. She's quiet but she can be funny. او دختری آرام است اما شوخ است. Serious جدی. I like our teacher but she's very serious. من معلممان را دوست می‌دارم اما او خیلی جدی است. Reliable اعتبارناک، قابل اطمینان. سهراب is a quiet and reliable man. سهراب آدم آرام و اعتبارناک است. Honest راستکار، با وجدان. He was a hard-working, honest man. او یک مردی سختکار و راستکار بود. Optimistic نیکبین. Bankers are optimistic about the country's economic future. کارگران بانک نسبت اقتصادیات آینده کشور نیکبین هستند. Selfish مغرور، خودپسند. Don't be so selfish. آنقدر مغرور مباش. Unkind نامهربان. Her husband is very unkind to her. شوهرش نسبت او خیلی نامهربان است. Dishonest بی‌وجدان، بی‌قابل. He's been dishonest with us and I'll never trust him again. او نسبت ما بی‌وجدانی کرد. من دیگر هیچگاه با او باور نمیکنم. یک چند کلمه های دیگر. Cheerful خرسند، شاد، خرم. Unreliable بی اعتماد، ناباور. Pessimistic بدبین، بدنگر. Shy شرمگین. Organized مرتب، منظم. Tidy تازه، مرتب. Lazy تنبل. تماشابینان عزیز و گرامی، هیچگاه از یاد نبرید که آبونه شدن شما مسئولیت است بر ما. تا ویدیو آینده، خدا حافظ.